سلام از افغانستان. بالاخره بعد از 2-3 سال مهاجرت دوباره برگشتیم به وطن و الان از شهر زیبای غزنه دارم با شما صحبت میکنم. وقتی که دوستا خبر شدن ما دوباره برگشتیم، سوالات خیلی زیادی پرسیده بودن که ما چرا برگشتیم، چطور برگشتیم و مسیر راه چطور بود و هزاران سوالای دیگه که در ادامه ویدیو به تمام از این سوالا پاسخ میدم. اولی که ما در تهران زندگی میکردیم و در کناری که دانشجو بودیم در تلویزیون سحر افغانستان کار میکردیم و همچنان روزهای جمعه کلاس‌های آموزشی حضوری داشتیم که همه شما در جریان هستید. سوال اکثر دوستایی بود که شما را اخراج کردن یا خودتان برگشتیم. ما خودمون برگشتیم چون که دانشجو بودیم و درسام دیگه تقریبا تمام شده بود و خیلی وقت بود که وطن ندیده بودیم، خانواده، دوستا، فامیل ندیده بودیم و مخاطر تصمیم گرفتیم که یک چکر بیایم بخیر طرف وطن. و اینکه مسیر راه چطور بود، چون که ما خود ما برگشتیم و جزی که هوا به شدت گرم بود دیگه خدا رو شکر ما خیلی راحت آمدیم تا زمانی که رسیدیم سر مرز و اونجا واقعا خیلی بس خراب بود که خیلی شلوغ بود. خانواده های زیادی برگشته بودن، مخصوصا کودکان خیلی زیاد بود و هوا هم که به شدت گرم بود و در کنارش خیلی خاکبار بود. کسایی که به مرز رفتن یا کسایی که مرز بودن خوب درک میکنن، چون که اسلام قلعه خودش هم ریگ روان داره و خیلی خاکبار زیاد بود. واقعا وضعیت به شدت خراب بود، اما باز هم دم هموطنای ما گرم که در راستای کمک رسانی و خدمات رسانی اصلا کوتاهی نکردن. آب و غذا و مواد بهداشتی به دست هموطنایشون میرساندن و خیلی از هموطنای ما با ماشینای شخصی خود آمده بودن که مهاجرین انتقال بدن از سر مرز به طرف هرات و ولایت‌های دیگه که واقعا دمشان گرم. و با مدت نیم ساعت یک ساعتی که ما سر مرز بودیم و اونجا افراد زیاد را دیدیم که پشت هر کدام این چهره ها، پشت هر کدام این اشخاص داستان بزرگی نهفته بود که اگر بخوایم خیلی شرح بتون ویدیو خیلی طولانی میشه. اگر درخواست شما زیاد بود حتما در ویدیوی بعدی شرح میتونم. و اینکه ما از اونجا بعد از تقریبا یک ساعت اومدیم هرات و از هرات بلیط گرفتیم و مستقیم آمدیم غزنی و تقریبا 3-4 روز در مسیر راه بودیم که چون به علت تغییر آب و هوا و همچنان گرد و خاکی که وجود داشت به شدت سرما خورده بودیم. خستگی مسیر و سرما خوردگی که تا به امروز هنوزم خوب نشده و همینطور الان که میبینیم دوباره فعالیت خود شروع کردیم و قدرتمندتر ادامه.